پیش از آغاز کردن درس امروزه اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید، به نوار لایک گذارید، فکر و عقیده های خود را برای بهتر کردن صفت درس ها در شرح ها نویسید. این نوار را با دوستان و نزدیکانتان روان کنید. برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. چون هر وقت درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزه من چنین است: All big things come from small beginnings. The seed of every habit is a single tiny decision. By James Clear from Atomic Habits. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: همه چیزهای بزرگ از ابتدای خرد آغاز می شوند. تخم هر یک عادت یک قرار خرد است. سخن جیمز کلیر از کتاب عادتهای اتمی. New words کلمه های نو: breakfast نهاری، lunch خوراک نصف روزی، dinner خوراک شام، meal خوراک، kitchen آشخانه، rice برنج، bean دانگی، meat گوشت، vegetarian وگیتاریان، wife زن و یا همسر، husband مرد و یا شوهر، break تنفس، coat کرتکه، closet لباسدان، registration به قیدگیری، hang آویزان کردن، swim آب بازی کردن، early بر وقت، late دیر، tonight امشب. اینک رسیدیم به پایان یک درس دیگر. اگر به کانال ابونه نشده باشید لطفاً ابونه شوید و نوار لایک گذارید. برای بهتر کردن صفت درس ها و فکرهای خود را در شرح ها نویسید. این نوار را به دوستان و نزدیکانتان روان کنید و برای اولین شده خبردار شدن از درس های نو زنگوله را زیر کنید. و از همه شما برای تماشای نوارهای ما تا آخر منت داریم. لطفاً با ما باشید و با ما زبان انگلیسی را آسان و رایگان آموزید.